البته کلا هم یه آره بحثی هست به دقیقاً. اسم جیل بریک دیتکشن توی LLM ها که اون کلا راجع به همین بحث‌ها هست که اگر ما یه سری فیلتر میذاریم خب میشه این فیلترها رو دور زد، حالا به شکل‌های مختلف که حالا بحثش مفصله. میشه از این فیلترها عبور بکنی. مثلا مثال بزنم، شاید بشه از زبون دیپسیک اینو کشید بیرون که مثلا دولت چین دولت مثلا دیکتاتوری و فلان. این کاره رو با یه سری تکنیک های مثلا پیشرفته تری میشه انجام داد. و بحث جیل بریک دیتکشن دقیقاً اینه که چجوری جلوی اون تکنیک ها رو بگیریم. یعنی خود این کاره میشه جیل بریک، اینکه از اون فیلترها عبور بکنی و جلوگیری از این کار، حالا بگیم غیر قانونی هرچی، اینو بهش میگن جیل بریک دیتکشن، که بتونی دیتکت بکنی و اگر کاربر سعی کرد دور بزنه این فیلترها رو نتونه. من گفتم بگم که در حقیقت داریم اون باتو شستشوی مغزی میدیم بدون اینکه سیمپیچی هاشو دستکاری بکنیم. آره انگار داریم گولش این میزنیم دیگه. خیلی باحاله. آره آره، خیلی روش شرافتمندانه، مشت محکمی به دهان استکبار.